در باب دعوت کردن زن به سوی جایگاه خواب بود و زنها اگر قبول کنند از حدیث هایی که به شما بیان کردم انشاءالله اونها برخوردار می شوند. اگر قبول هم که نکنند آن وعیدهایی که خواندم چی می شوند؟ سزاوار می شوند. لکن باز به شما خاطر رسان می کنم که جوانای عزیز، من باور کنین از این خدچه ها و از این مراجعت های زنها به خلاصه آمدم که به شما همه خبر می دهم، چگونه که در جمعه پیشین به شما خبر دادم که خانه‌داری ها را باید که با طریق برنامه های تلویزیونی نکنین. خانه‌داری هاتون مثل خانه‌داری های غربی ها نکنین، اینا حرام هستند. شما تقلیدی به مردم غرب نکنید. ملت را رفت چون آیین زده است، ملت را رفت چون آیین زده است، مثل خاک اجزای او از هم شکست. هستی مسلم ز آیین است و بس، باطنی دینی نبی این است و بس. خدا رحمت کند محمد اقبال لاهوری را. میگوید از مردم غرب شما پیرو نشین، آن دین و آیین و آن رسم و اصولی که داشتین با او رفتار کنین، با آنها شما معامله نکنین، با گفتار و کردار آنها شما چکار نکنین، رفتار نکنین. رسول اکرم میگوید سبعتون لا ينظر الیهم الخالق ولا یزکیهم و یدخلهم النار. گوش اندازه بی نهایت وعید سخت از جانب پیغمبر خدا خبر دادم، برای که 7 طایفه گفتم پیغمبر، 7 طایفه هست که خداوند در روز قیامت به اینها نظر نمی کند، در روز قیامت اینها را وارد جنت نمی گرداند و اینها را پاک نمی گرداند و اینها را وارد دوزخ می گرداند. این حدیث شمس الدین ذهبی در کتاب کبائرش آورده است در باب لواطه. میگوید این 7 طایفه کیها هستند؟ یکم الفاعل و المفعول به. پیغمبر گفتند فاعل و مفعول، کننده و کرده شده، یعنی 2 مردی که بچه بازی میکنند، کننده و کرده شده هر دو در آتش دوزخ هستند. شمس الدین ذهبی را خدا رحمت کند میگوید وقتی که میگه مرد بالای مرد میبراید، روایتی هست عرش پروردگار میگوید در حرکت می در آمده است، عرش الهی میگوید می جنبیده است و خداوند میگوید چنان غضبناک میشده است از عمل این 2 مرد که حتی میگوید غضبش نزدیک است که آسمان را بر زمین بچسباند. لیکن همون حاملان عرش، ملائکه هایی که در اطراف عرش هستند، اونها میگوید چنان به شتاب سوره اخلاص میخوانند، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. فقط صفاتهای خداوند میخواندند، چنان زیاد میخوانند که حتی که میگوید آهسته آهسته غضب خدا خاموش میشده است وقتی که مرد بالای مرد میبراید. حضرت عیسی میگوید وقتی من به پیش یک قبر گذر کردم، نگاه کردم که 2 جوان بی نهایت عذاب دارند. معجزه حضرت عیسی هم همین بود که از حال قبر خبردار بودند و از خداوند هر چی طلب میکردن خداوند برای اونها عیان میکرد. میگوید پرسان کردم ای 2 جوان برای چی شما در این عذاب گرفتار شدین؟ میگوید عذابشان این گونه بود، یک تایمین جوان میگوید مثل آتش میشد، حمله به سوی دیگر میکرد، وای میسوخت، عذاب میکشید. باز یک زمان پس همون به جوانی رفیقی که سوختگی بود، وای باز شکل آدم میشود، وای آتش میشود، باز اینش میسوزاند. وقتی پرسان کردیم گفتند ما هر دو در دنیا با خواهش یکدیگر بچه بازی میکردیم، یعنی وای مرا استفاده میکرد، من وای را استفاده میکردم. امروز عذاب ما تا روز قیامت همین است که
وی مرا می سوزاند، من وی را می سوزانم. چه یک عمل زیشتی هست. امروز همین عمل زیشتی که پیغمبر خدا 1000 و قریب 500 سال پیش یاد کرده است، امروز در بین مردم ما و شما وجود دارد. اگر شما آگاه باشین، در ماه می بود وقتی در حکومت مجلس شد، از لیلی کوتل 2 آدم آورده محکم کردن. یک تاش بچه 5 ساله، یک تاش بچه 19 ساله. هم لیلی کوتل ما و شما. همون کودک که رسیده است وای با بچه امکش بوده است. همون کودک 5 ساله را رسیدند که وای کودک دیگر بیچاره هیچ جای آبادش نمانده است. لیکن حکومت باز غمخوار همین بدبخت کرده است. 8 سال وای از حقوق آزادی محروم کرده است. اسلام چی میگوید؟ اسلام میگوید بچه باز کشتن در کار. با 3 راه فقهای ما و شما گفتن، صاحبان مذهب. یکی گفتن با شمشیر کشتن در کار، دیگری گفتن نه، هر اینها را به آتش سوزاندن در کار در دنیا. حضرت امام ابو حنیفه صاحب مذهب ما و شما گفتن اینها را از بلندی پرتافتن در کار. چقدر جای بلند میابین از بلندی میپرتاینشان. این است گفتن جزای اینها. اینم از کجا آمد؟ همین بچه بازی هم از مردم غرب آمد. من باوری دارم که همه شما تلویزیون نگاه میکنین. 1 هفته هم نگذشته است در پارلمان اسپانیا قبول شد که بچه را نکاح کنه درست است. امروز 5000 نفر مردها در شهر اسپانیا یکدیگر را در نکاح خود در آوردند. 5000 نفر. باز رئیس همون جمهورش خرسندی دارد که من از روزی که رئیس جمهور شدم چی یک اقدام نیکی را در بین ملتم هوی کردم کشادم. چیکار کرده است؟ 2 مرد را اجازت داده است که یکدیگر را در نکاح یکدیگر درآورند. این قبلا در نیدرلند هم بود، در ایتالیا هم بود، در بلژیم هم بود. لیکن امروز اسپانیا باید قبول کرد. آزاد، مرحمت. ما و شما باید که به نعمت اسلام شکرانه کنیم. همه این افعال بد و کردار بد و شوم برای ما و شما اسلام آگاه کرده است. این نعمت خیلی قیمتی است که خداوند برای ما و شما نصیب گردانده است. حتی در همین زیرکی هم همدانی هم یک جوان از یک آدمی که بیچاره عقلش نمیرسیده است و همون رسیده بود، هم نزدیکی داشتگی هست. اون بیچاره عقل نداشته است، لیکن 7 سال از این جوان کننده باز کلانسال بوده است. این معامله ها الحال در بین مردم ما و شما وجود دارد. اسلام ببینید میگوید که اگر ما خلا رجل بامرأتین الا کان ثالثهما الشیطان، اگر وقتی مرد با یک زن بیگانه در یک خانه می نشینند، یقین دارند که سیوم اونها شیطان می شود. یعنی چی زنی همسایه باشد، چی همسینفش باشد، چی خیشش باشد، وقتی در یک خانه که تنها نشستند حتمی در وسواس شیطان گرفتار می شوند و اونها دست به زنا می زنند. اسلام میگوید جوانی که اگر زیبا باشد، بیریش باشد، ویم حکم زن را دارد، باید با وی در یک جا نشینی. حضرت عبدالله ابن عمر میگوید وقتی در راه نشسته بود، نگاه کرد که یک امرد میگویند، عربی ها امرد میگویند، جوانی بیریش را امرد میگویند. میگوید یک جوان خیلی زیبا آمده ایستاده بود. در حال حضرت عبدالله میگوید خانه در آمدند، در را بستند. وقتی این میگوید امرد، این جوان از پیش خانه عبدالله که گذشت، باز در را کشادند. رفیقای او پرسیدند چرا خانه در آمدی، باز بر آمدی؟ گفت یک فتنه از بالا آمده ایستاده بود. پیغمبر خدا گفته بود که کدام جوانی که زیبا صورت است، ریش ندارد، شما همراه او یک جا ننشینید. بین این حکمت های پیغمبر خدا را بین که امروز 2 جوانی که یک جا میشوند حتمی به این کار دست داده ایستادند. خدا رحمت کند. حضرت امام احمد حنبل میگوید یک جوانی را درس میدادند، وقتی که یک بار آمد، دویم بار آمد، گفت که دیگر نزد من نیا. گفت
نزد من گفت برای تو جایز نیست دست گرفتن. وقتی آمدی یگان محرمی خود بیار، یا برادرت باشد یا پدرت باشد، همراه خود بیار. حضرت امام ابو حنیفه میگوید این جوانها را، یعنی چهره خود به او طرف میگرداند و این جوانها از پس می نشستن درس می گرفتن تا که همین فتنه شیطانی در بین اونها پیدا نشود. انا پیغمبر گفتن یکم کسی که در لعنت خدا گرفتار است، انا همون کسی است که در دنیا بچه بازی میکنه، که با این وعیدهایی که الحال گفتم اونها گرفتار میشوند. و دومش کی است؟ دومش پیغمبر خدا گفتن و ناکح بیدی، کسی که با دستی خودش حرام میکنه. اینها هم گفتن در لعنت خدا گرفتار هستند و روز قیامت از عذاب خدا خلاص نیستند. حتی رسول اکرم که در همین شمس الدین ذهبی را باب لواطه گفته، یک باب داره در همین کتابش، میگوید کسانی که با دست خود در دنیا خودشان حرام میکنن، اینها روز قیامت دستاشان حامله‌دار میشود. مثل زنی که حامله‌دار میشود، دستای اینا حامله‌دار میشوند و مردم میفهمند که اینها در دنیا جوانهای بودند که با دست خودشان حرام میکردند. اینا در میدان قیامت شرمنده میشوند. رسول اکرم میگوید کدام جوانی که یا معشر الشباب من استطاع منکم باءة فلیتزوج، کدام ای جوانی که کدام قدرت دارین، پیغمبر گفتن شما زن گیرید، فانه احسن للبصر اغض للبصر و احسن للفجر، زیرا که ناموس شما را، این زنداری شما، چشم شما را، ناموس شما را محافظت میکند. و من لم یستطیع، پیغمبر گفت کدام جوانی که اگر قوت زن گرفتن ندارد، فعلیه بالصوم فانه له وجاء، این بخاری روایت کرده است. پیغمبر گفتن که مادام جوانی که قوت زن گرفتن ندارد، با دست خودش را حرام نکند، بلکه وی روزه گیرد. گفتن پیغمبر زیرا روزه گفتن وی را شهوتش را میشکند، شهوتش را نابود میکند. این است توصیه پیغمبر خدا برای ما و شما. انشاءالله من دوام این حدیث و دوام احترام شوهر نسبت زنها جمعه آینده کاری میکنیم که البته با همان خاتمه میبخشیم، زیرا که با سوالهای خیلی زیاد نزد ما وجود دارد تا که اون سوالها را برای شما جواب میگردانیم. الحال در اینجا چندین برادرهایی که از ما تکلیف کردن که در حقشان دعا کنیم، من نامگیر میکنم انشاءالله در حق اونها دعا میکنیم.